شما درباره سازمان‌های ایرانی و افغانی در آمریکا گپ زدید. بطور قاسمی از ورمانت آمریکا نوشته است که آیا استاد اکبر یکجا با استاد بازار صابر و دیگر تاجیکانی که در آمریکا هستند نقشه ندارند که یک جمعیت تاجیکان آمریکا را بنیاد کنند و متحد شوند همه؟ من وقتی که این همون در آغاز سالهای 2001 وقتی که افغانستان این چی بود اتحاد شمال بود، یعنی حکومت حالی در دست نماینده های تاجیکان بودن، برهان الدین و اونها، و همینجا یک سفیر پیدا شد، سفیر اتحاد شمال، یک جوان بسیار دانشمند، از نامش هارون بود به نظرم، هارون یا هارون. من با همون تماس گرفتم. یک تا ابن یونس گفتگی هم بود از سفارتش به تاجیک و همین مسئله چند بار گذاشتم. من گفتم من شما که میبینم بین سازمان های تاجیکان افغانستان و ایرانیان ایران اگر رابطه نیست، شما چرا این خیلی از هم جدا هستین؟ و من حاضر اینجا باید تاجیک های تاجیکستان هم جمع شده ایستادن و نمیشود که همه یک متحد کرده یک سازمان. من گفتم مثال گفتم سازمان های یهودی هر جا مثلا در هر شهر امریکا سازمان های بزرگ یهودی هست، امکان داره و پول بسیار هم داره، چون که همون سرمایه‌مندا پول میگذارن و تمام کارمندای سازمان ها را خدمتشون میکنن. ما این خیلی قدرتمند نیستیم، لیکن از همین یک آینه عبرت گیریم و من اینها ثانی متحد میشوند در حدود هر شهر و در حدود ایالت و در حدود تمام دولت و بعد بیرون از دولت و در جهان و در اروپا. من این خیلی ما البته تا این مقیاس قدرت همون نمیرسن، لیکن اقلا هر یک داخل کشور همون تاجیکایی که وزن مقدارشون من آخرین آمار را دیدم، مثلا در یک وی آلمان 70,000 بود است که خودش تاجیک میگوید. این تاجیکستان نه البته، 99% از افغانستان. یا مثلا در کانادا 200,000، در پاکستان 200,000. این حاضر یک تا سایت من یافتم در کامپیوتر که مثلا تاجیک ورد کمیونیتی. من این خیلی چیزا هست، این برای زمینه هست، لیکن من اکنون چون که گفتم چون با علم مشغولم، یک کار تشکیلی این یک جوانان پیدا شدند و حساب دانشجویان و آینده اسپیرانت هایی که امریکا می آیند و اینها یک دست بگیرد و ما مثلا میتونیم راهبری کنیم. من متاسفانه اون جوانایی که به خواندن آمدن یکون تماسی وای ندارم، یعنی من نمیدونم اونها در کجا، سفارت هم یکون چی ندارد، معلومات انیق ندارد و بنابراین این کار من به ذمه گرفتن من حاضر کارهای از این مهمتر دارم. یعنی من فقط گفتنی هستم که البته این هم کار مهم، لیکن اینا بیشتر یگیت های و این شوق و هوس داشته، امکان داشته و پیش از همه قوت و قدرت داشته مشغول شوند. ما فقط راهنمایی کنیم، مثلا در نوشت مرام نامش و این چیزا همکاری کنیم. من همیشه آماده ام اگر میگن جوانا پیدا شوند و تشکیل